فقط همینقدر. یه راه‌آهنگی مختصر باعث شد که چنگیز رو از دست بدیم، وگرنه بقیه مسائل طبق روال خودش پیش رفت. دستتون درد نکنه، ولی من گرفتار همون مشکلی شدم که ازش میترسیدم. چنگیز فرار کرده. اینجوری جون خانواده من در خطره. پلیس پیگیر کارش هست. متهم اصلی اونه. پرونده قاچاق الماس اون هنوز بازه. چیز جدیدی هم دستگیرتون شده یا نه؟ بازجویی از اون همه آدم یکم زمان میبره. دیشب یه محل تازه ازشون کشف کردیم. کیلومتر 28. یه کارخونه قدیمی. تکلیف من چیه؟ من نگران پرونده خودمم. ضمانت تو که هنوز سر جاشه. یه گزارش مفصلم راجع به همکاریت با پلیس رو پروندهت گذاشتم، اصلا نگران نباش. یه جور عجیبی دلشوره دارم. از کینه چنگیز میترسم. وجود این آدم عین کابوسه، عین کابوس. حق داری. حقیقتا یکی از احتمالات دستگیری چنگیز اینه که به قصد انتقام بیاد سراغ خانواده شما. پلیس البته داره روی این فرضیه کار میکنه و یه فرضیه دیگه. این فرضیه مشکل من حل نمیکنه کمیسر. من نگران خانواده‌ام. جای نگرانی نیست. چنگیز دیگه تنها شده. هیچکی دور و برش نیست که بخواد کمکش کنه. خودش باید وارد عمل بشه و کافیه که ما از شماها به دقت مراقبت کنیم. چجوری؟ منو باریش؟ پلیس هم با شماست. البته اگه وجودشون رو حس نمی‌کنی، معنیش اینه که دارن کارشون رو درست انجام میدن. چنگیز جلو چشممون بود. چجوری گم شد که هیچ سرنخی ازش نیست؟ پیداش میکنیم به زودی. باشه. ممنونم که تو این شلوغ وقتتون رو به من دادین. اون که انجام وظیفه است. تو هنوز یکی از افراد زبده تیم منی. خدا نگهدار همکار محترم. ممنونم که نگرانی من درک میکنی. داماد عزیز، لطفاً آنچه را که میخوانم تکرار کنید. به نام نامی یزدان. به نام نامی یزدان. تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان. تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان. برای زیستن با تو میان این گواهان. برای زیستن با تو میان این گواهان. بر لب آرم این سخن با تو. بر لب آرم این سخن با تو. وفادار تو خواهم بود. وفادار تو خواهم بود. در هر لحظه و هر جا. در هر لحظه و در هر جا. پذیرای من میشوی آیا؟ پذیرا میشوی آیا؟ پذیرا میشوم مهر تو را از جان. همکنون باز میگوییم میان انجمن با تو. همکنون باز میگویم میان انجمن با تو. وفادار تو خواهم بود. وفادار تو خواهم. در هر لحظه هر جا با اجازه. در هر لحظه هر جا با اجازه. مبارک باشی.
هتل خوب بود؟ بد نبود، ولی باید یه سری تغییرات اساسی انجام بدم که الان اصلاً حوصله‌شو ندارم. مسافر زیاد اومده بود؟ نه به اندازه پارسال. پارسال فصل توریست خیلی بهتر بود. امسال اصلا مسافرم. خودت چطوری؟ رفتی اونجا خوب بود؟ نه، همش نگرانم. فکر میکنم قراره یه اتفاقی بیفته. طبیعیه. آدم وقتی مسئولیتش بیشتر میشه دلشورش هم بیشتره، ولی حل میشه. نگران نباش. هر وقت یه اتفاق خوب که میفته پیش خودم میگم آی سالی یه سختیات تموم شد، ولی بازم دلم آروم نمیشه. انگار یه چیزی از گذشته تو زندگیمون مونده که نمیذاره آروم باشیم. دلم میخواد برم یه جای خلوت و دنج و آروم، بدون هیچ استرس و دغدغه و دلشوره. یه جایی که فقط خودمون باشیم، من و تو. یه جای امن. تا احساس امنیت نباشه آدم آرامش نداره. درست میگی. به نظرت لحظه‌ای میرسه که تمام سختیامون تموم شده باشه؟ اصلا اون لحظه رو میبینی؟ چرا که نه؟ حالا ما خانواده داریم، بچه داریم، یه عالم دوست و رفیق داریم، همدیگه رو داریم. مگه این همه اون چیزایی نبود که دنبالش بودیم؟ چقدر چرخیدیم تا به اینجا رسیدیم. بهرام چقدر من و تو از هم دور بودیم. مهمش اینه که رسیدیم. سخت به دستش آوردیم، خیلی آسون از دستش نمیدیم. باریشه. من برم بکنم. خب بعدش چی کار کردی؟ هر چقدر منتظر شدم کسی از خونه نیومد بیرون. هر چقدرم زنگ زدم کسی جواب نداد. دیگه واسه چی زنگ زدی؟ می‌خواستی بری تو مگه؟ تازه بعدش تلفنم زدم. شوخی نکن. جدی میگم. باش حرفم زدم. چرا؟ با همه چی رو لو دادی که. نکنه گفتی دنبالتی می‌خوایم بکشیمت. ببین یه خورده حوصله کن. چه حوصله ملیسا؟ نمیفهمم. خب اون الان فهمیده که ما دنبالشیم. تو واقعا فکر میکنی که اون هیچی نمیدونه؟ این فرق میکنه با اینکه تو بری جار بزنی میخوایم بکشیمت. من که همچین کاری نکردم. اون اگه همکار پلیس باشه که از همه چی خبر داره، لازم نیست اون وقت من چیزی بهش بگم. اگرم نباشه که خب هیچی نمیدونه و پس ما ترسی نداره. حالا برخوردش چجوری بود؟ اولش راحت جواب داد. این یعنی تو خونش نبود، ولی خب ممکنه قایم شده باشه. دوباره برگشتیم سر خونه اولم. اینجوری نمیشه. باید خودم دوباره دست به کار بشم. پلیس دنبالته، خطرناکه. خب چرا؟ اگه پلیس تعقیبت کرده باشه که یعنی لو رفت. اگه تعقیبت هم نکرده باشن که یعنی کسی هم دنبال من نیست. خطری وجود نداره. تو دیوونه ای. بایرام من لباس آذری نمیخوام بگم بعد درام بدوزم. قربون تو بشم عروس خانم کوچولو، من وسط ترکیه واسه تو از کجا خیاط پیدا کنم؟ نه خب همینجوری کلن داشتم فکر میکنم یه بار بیشتر که عروس نمیشه. حرفاری میزنی مگه بقیه دخترها چند بار عروس میشن؟ مگه نمیدونی داداش؟ 2 بار 3 بار. والا من آمار دارم یارو 10 بار عروس شده. 10 بار؟ آفرین. یه دونه شوهرش هم نمیشه گیر آوردن. چجوری 10 تا شوهر گیر میارن؟ ببین از این خبرا نیستا. با لباس سفید اومدن لباس سفیدم میرم.
خوشت نیاد نه خوشم میاد. با کی کار داره؟ با تو. جانم دکتر فردا مداده نه خوبی نه جان دکتر میگم کاری نداریم دیگه همین الان میدونم که نمیگذره فکر کنم با شما باید بگذره که باید گذاشته آره کجایی الان دکتر؟ نه پس چرا نشستی؟ پیرمرد شدی رفته دیگه خدا دیگه این هوایی به این خوبی رو ول کرد نشستی خونه پاشو آماده شو بیا بیرون یه نفسی هم تازه میکنه نه بابا خواستیم بریم خرید کنیم عیب نداره یه موقع دیگه میریم حالا باش آره عالیه ما هم الان را میافتیم دکتر از دست تو خدا حافظ باید خرید و بخیال شی آس بریم شه دکتر چرا مگه چی شده؟ نمیدونم و هرچی زودتر بیایی بهت بگم بهتره حتما کار مهمی داره گفته زود بیاین دیگه ها بریم کجا برم؟ کجا بریم؟ همیشه دیگه باید یه شاتی بزنیم و عشق کنیم ما هم که قبل عروسیمون یه جشن کوچولو بگیم بد نیست اصلا رسمش همین چی جشن کوچولو بگیره؟ من آکام نه بابا باشه دوبار همین هم شد آیلی تو میرسونی اینجا با سرویست انتخاب میکنی پروف میکنی ما میام دنباله نه از این خبرو نیست اصلا همینی که آقا یعنی چی؟ همیشه فکر رو آسان کردیم چرا جا بزن قدش آیلی خدا که اگه بزنه بیا الکی شروع داشت نکنی اصلا شب آخر سهل میخواد به شب فردا باید اصلا تو خاندان ما اصلا تو خانواده ما رسم شبه اصلا با من بحثم نکن منم میاد همین که میگم دو ماه چقدر قشنگه شلامو و آرکش با آیلی خوش آورد رنگ روشن به شما خیلی میاد. شما این کلا خیلی میاد. به به. سلام علیکم دکتر. سلام علیکم. کجایی بایرام یه ساعت رفتی؟ چو گرم رفتم سر صورتم آب بدم. ای دکتر. باش که میذاشتی بگی ببینم پیغامش چیه. اون موقع حواسم نبود. بعدش که فکر کردم به خودم گفتم این لعنتی پیغامی نداشت. فقط میخواست از حال روز شما با خبر بشه. دکتر. نکنه جای ما رو بهش گفتی. داره یواش یواش با ما میگه ما سکته نکنیم. چون من نگفتی؟ شما که آدرستون از خودتون قایم میکنید. دکتر شوخیت گرفته با ما آره؟ خب اگه قایم نمی‌کردیم که الان چنگیز با اسلحه بالا سرمون وایساده بود. حق دارین. چنگیز موجود خطرناکیه. اصلا قابل پیش بینی نیست. هیچ وقت نمیتونی بفهمید تو سرش چی میگذره. باید خیلی حواستون جمع باشه. دکتر جون خیلی ممنونم ازت که خبر دادی. ولی خب ما سه تا تصمیم گرفتیم دیگه از هیچ کس و هیچ چیزی نترسیم. من بگو که نگران حال شما بودم. گفتم بشینیم سر فرصت حالیتون کنم. دنیا دست کیه؟ دکتر جونم دیگه ما چاره‌ای نداریم. اگه قرار باشه ما بترسیم باید دیگه تا آخر عمرمون فرار کنیم. ما هم اهل فرار نیستیم. دلیلی ندارم فرار کنیم. اگه ما نتونیم ستایی پس چنگیز بر بیایم به دردلای جرز می‌خوریم. با گفتن که کار درست نمیشه عزیز من. تا چنگیز هست خطرم هست. درسته دکتر. ولی خب چنگیز هم این روزا حال روزش بدتر از ماست. مجبوره که تکلیفش رو اسره کنه. آره دیگه. من وظیفه‌م بود که بگم شما اگه از جونتون سیر شدین خودتون میدونید. همه شما گرم. قربان.
خیس نمیشه. خیس میشه. نمیشه. خیس میشه. من اینجا برای اینکه خیس نشه. آب شما که نمیشه. کفش هم نیستیم که اینجوری بگیریم. خیلی حالا من اینجا الان پا میرسه دیدم. گشنت نیست؟ چی دلت میخواد بگم برات بیارم؟ قیم پلو. برو بشین قیمه اینجا. یه موقع تشریح دارم. بیام همراهت. خودم میرم. برو عزیزم، فقط مراقب باش. یاشار خیلی دلتنگ هم کلاسیاشه. من مادرم میفهمم. کاش یه روزی بشه بتونه برگرده مدرسه. برمیگرده. تو فکر میکنی یاشار منو به عنوان باباش قبول میکنه؟ معلومه که قبول میکنه. تو باباشی. فقط به زمان احتیاج داره. یعنی هممون به زمان نیاز داریم. زمان. چیزی یادمون نرفته نه؟ راستی لباس عروس چی شد آیلین؟ پسندیدی؟ آره بابا. بالاخره عروس خانم رضایت. خب بایرام چرا اینجوری میگی؟ لباس عروس همه ها. خب بعد دوستش داشته باشم یا نه؟ دوستش داشته باشه عزیزم. چیزی نگفت که اتفاقا خیلی هم خوشگله. فقط گفتم یه خورده مدلش عوض کنم. مبارکتون باشه. من مطمئنم شما دوتا خوشگل‌ترین و خوش‌تیپ‌ترین عروس تو ماده دنیا میشین. کی حاضر لباست؟ داداش. نمیدونم گفت دوشنبه مثل که. سالن چی اون؟ گلارایی صحبت کردین؟ این که از این چیزا سر نمیاد داداش. تو میدونی. خب بریم اونجا میپرسیم ازشون دیگه. خب پس اول بریم سالن دیگه. بریم گلارایی مشخص کنیم بعد بریم گل فروشی. تو هم وای اینام خیلی خوشگله. بله خیلی خوشگله. اینا واسه حیات محوطه هستن؟ نه اینا همشون مال حیات هم. دست درد نکنه. آقا پس ماشین عروس همون رنگی که گفتم. بله. دستگل عروس خیلی مهمه، ایس خاص. یعنی قشنگ ببینش. حتما چشم. آره همین. فقط یه چیزی. واسه سالن و گلاراییش من هنوز بهم جواب ندادن که خودشون انجام میدن یا نه. اگه انجام ندادن که زحمتش با شما دیگه. باشه حتما. دست در نکنه. حالا از عروس اومد میپرسم راجع به اون روبانش رنگش رو میگم. باشه. بابا عروس اومد داش بگو ملیسا چه خبر؟ خب نه اینجا مشکل خاصی نیست، منتظرم. فقط فکر کنم بعد وسط جشن عروسیشون بزنیمش. آره آخه اینا آمدن آرایشگاه و ماشین عروس و لباس عروس و شیرینی و دنبال این چیزا هم دلشون خوشه. آره حواست بهشون باشه. آره ببین اینا دارم میام ما تا خدا آخه این چه کاریه بابا؟ استرس گرفتم. ما اومدیم اینجا که تو خطر نباشیم، بعد الان با این وضعیت. عزیزم هیچ خطری نیست. پلیس همه جا رو تحت نظر داره. سمت خونه شما چی؟ ببین هر جایی که تو یا شار اونجا باشی مطمئن باش که نگهبانم اونجاست. انقدر نگران نباش خواهر من. تو خواهشم فقط وسایلتو سریعتر جمع کن تا بریم خونه من. چراغا رو خاموش کنی؟ نه من برمیگردم. میخوام خونه رو تحویل بدم به پلیس. ممکنه شک بکنم. مگه چه مدت اونجایی؟ نمیدونم. حالا هرچی. اونجا هم خونه است دیگه.
آخه من فقط وسایل دم دستی رو با خودم آوردم. نگران اونم نباش. در خونه بازه. تو هر چی که بخوای من میرم برات میارم. خواهشم فقط سریع‌تر. باشه پس اون چمدونه رو برام میاری. مرسی. روز بخیر. بگوشم. قربان احتمالاً سوژه 2 خودروی یاور رو شناسایی کرده. داره بازی در میاره. شما زیاد نزدیک نشید. بذارید خودش سرگرم باشه. من پیگیری میکنم. اطاعت میشه. با فاصله تعقیب میکنم. موفق باشید. تمام. روز بخیر. روز بخیر کمیسر. انقدر نزدیک حرکت کردید که متوجه شده داره تعقیب میشه. سوژه از دست رفت. خب الان چیکار کنم؟ هیچی دیگه. ادامه بده بذار با خودت سرگرم بشی. رفت طرف پارکینگ فروشگاه. باشه. ادامه بده. برم خداحافظ. بگو ملیسا. پلیسه؟ نه. اینا هم خریداشون تمام شده، کارشون تمام شده، دارم میرن هتل. اوکی باش. با هم در تماس باشیم. خیلی خوب باشه تماس میگیرم. میشه بگی چه خبر اینجا؟ چه بی خبر کمیسر؟ اومدم ببینم چه خبر اینجا. 3 ساعت رفته تو فروشگاه بیرونم نمیاد. تو هم نشستی اینجا مواظب باشینشی که دزد نبره. مگه چیزی شده؟ گمش کردیم. رفته؟ ماشینش که اینجاست. استعلام کردم اون ماشین اجاره‌ایه. خیلی مسخره است. تو مواظب ماشین اونی یا مأمور من مواظب ماشین تو؟ روز بخیر قربان. متاسفانه خبر خوبی ندارم. روز بخیر. چی شد؟ مدار بسته رو کنترل کردیم؟ بله قربان. چند دقیقه بعد از ورودش لباساشو عوض کرده و اونجا رو ترک کرده. ما هم نتونستیم پیداش کنیم. خیلی خوب. بیا بیرون تو ماشین منتظر باش. چشم قربان. این همه زحمت به باد رفت. همه چی خراب شد. مهم نیست. پیش میاد. ولی اگه مخفیگاهشون رو پیدا کرده بودیم همه چی درست پیش میرفت. حالا من چی کار کنم؟ تو هم برو خونه منتظر خبر دستگیریشون باش. ببین منطقه آروم و خلوتیه. اینجا خونه است، از اینجا وارد میشی. آیسل و بچهش اینجا وایساده بودن تو تراس. من دقیقا اینا که ورود کردن داشتم نگاه میکردم. میدونم کدوم خونه است و کدوم واحد. مسیر حرکت چی؟ دو طرف خونه. باز و خلوت. هیچ مانعی نیست. کجا فهمیدی دارن تعقیبت میکنن؟ تو خیابون اصلی. خیلی دور شده بودم از خونه. زیاد وقت نداریم. همجور که امروز پیدا کردن فردا ممکن میان سراغمون. باید زودتر کارو تموم کنیم. وگرنه همه زحمتامون به باد میره. کی؟ همین امشب. نقشت چیه؟ هر چی تو خونه داریم برمی‌داریم و میریم. الماسا؟ همه چیو. دیگه هم بر نمیگردیم. شبونه میریم سراغشون. هر ستاشون رو میزنیم و از شهر خارج میشیم. بهرام چی شد یه دفعه؟ کی قراره تموم شه؟ چرا اینجوری شده؟ جلو چشم بود. زده این کمیسر یه زنگ بزنم. جواب نمیدادم ببینه چه خبر شده. سلام کمیسر. چه خبر؟ چند بار تماس گرفتم جواب ندادی، نگران شدم. خوبه؟
خیلی خوبه. باشه ببین یه چند دقیقه دیگه با تماس میگیرم. باشه ممنون. Buyurun arabanın evrakları. Hanım efendi bilgileri nerede? Bizde sadece kişisel bilgiler var. Başka evrak yok. Sizden kaç tane araba kiraladılar? Sadece bir tane. Tamam. Getir ben görelim. Tamam bir dakikaya getiriyorum. یه لحظه. چی شد چرا وایسادی؟ آخه حس بدی دارم. چرا ما که حرفامون رو زدیم؟ میریم بهرام باریشو میکشیم و میریم بیرون. برای ما کار سختی نیست. ولی این چند روزه که این اتفاق بینمون افتاد من خیلی وقت این حسو به تو دارم. نفهمیدی؟ نمیخوام تموم شه. قرار نیست تموم بشه. پس بیا بریم یه مدت اینجا. خودم و خودت. میریم وقتی همه آدمایی که اذیتمون کردن و کشتیم میریم. اگه اتفاقی برات بیفته چی؟ اگه اتفاقی برای تو بیفته چی؟ من اولین باریه که این حسو به کسی دارم. باورت نمیشه ولی منم. پس بیا بیخیال شی. یه مدت از همه چی دور بشی. بیخیال؟ آخه پس به خاطر من.
شده؟ دنبالمونه. حس میکنم. کی؟ مطمئنم. گوش کن ببین چی میگه. پیدا میکنن خیلی زود. من سرشون گرم میکنم، تو برو. فقط سریع برو. نگاه نکن، برو. من بدون تو هیچ جا نمیرم. گوش کن ببین چی بهت دارم میگم. برو. ببین منو بگیرم با تو کاری ندارم و تو بیرون هر کاری میکنی که منو بیاری بیرون. گوش کن به حرفم. برو، با تو کاری ندارم، من تو باشم. برو تا دیر نشده. برو. تو نمیخوام برم. ازت خواهش میکنم. خواستم از این شهر فرار کنم، ولی شماها کاری کردین که این شهر تبدیل شد به خونه دومم. برای همین واقعا دل کندن ازش برام غیر ممکنه. آخه بی‌انصاف، ما خواهرمون رو تازه پیدا کرده بودیم. کجا میخوای ببریش؟ باور کنین نرین، همینجا بمونیم. ما قرار نیست جایی بریم. یه ماه میریم ایران و برمیگردیم. کارم اینجاست، زندگیم اینجاست، کجا برم؟ کاش که میشد منم باهاتون میومدم. خیلی دلم برای ایران تنگ شده. عزیزم اگه باریش اجازه بده من مخالفتی ندارم. ولی یه چیزی بهتون بگم، من از این کار هتلداری و اینجور چیزا سر در نمیارم و قدم مشکل میخوریم. نگران نباش، ما تا بخوایم بریم یه ما طول میکشه. تو این یه ما خودم یادت میدم، بلدم. از من گفتم. راست میگه، تو این چند ماه انقدر اومده و رفته هتل که همه جا رو بلده و همه کارا رو هم بلده. تو هم همون خاطره تلخ یاد من بندازه. عزیز ولی جدی میگم، کجا میخواین بریم؟ شما که اونجا کسی رو ندارید، خاطره خوشی هم که اونجا ندارید. همه خاطرهامون اونجاست. دلمون تنگ شده واسه اون خونه کوچیکی که توش کلی خاطره داشتیم، خوب یا بد. ولی ما همه گذشتمون اونجا جا مونده. هیچی نداشتیم ولی خوشبخت. خودمون خرابش کردیم. یه تصمیم اشتباه، یه لحظه، از کجا برد به کجا. حالا منو میبرین ایران یا نه؟ اگه باریش اجازه بده چرا که نه؟ خب باریش بذار بیاد دیگه، همبازی بچه‌مه. فقط به یه شرط. به چه شرطی؟ صحیح و سالم تحویل تو 2-3 ماه میبری و برشو میگردیم ترکیه. 2-3 ماه؟ او من یه ماه برمیگردم. نگاه کن هنوز نرفته، دلش تنگ شده واسه اینجا. حالا بریم خونه، بعداً دربارش حرف میزنیم. چشماتو هر لحظه پرستیدم، این حس عاشقی عادت نیست. قلبی که ناراحت نمی کردیش، از وقتی رفتی دیگه راحت نیست. اون روزی که این قلب حساسو با رفتنت دیوونه می کردی، خودخواه بی احساس و لجبازم، فکر منو اصلا نمی کردی. رفتی همه گفتن که این عاشق، با رفتنت اینجا روانی شد. رفتی و می جنگم با احساس
سومین جنگ جهانی شد. رفتی همه گفتن که این عاشق، با رفتنت اینجا روانی شد. رفتی و می جنگم با احساسم، این سومین جنگ جهانی شد. مثل انبار باروته، عشقت مثل کبریت خطر داره. عطرت که اینجا مونده هم باید دست از سر این خونه برداره. یادش بخیر من بی تو میمردم، چشماتو میدیدم دلم میریخت. یادش بخیر اشکامو میدیدی، دنیات یه جورایی به هم میریخت. رفتی همه گفتن که این عاشق، با رفتنت اینجا روانی شد. رفتی و می جنگم با احساسم، این سومین جنگ جهانی شد. رفتی همه گفتن که این عاشق، با رفتنت اینجا روانی شد. رفتی و می جنگم با احساسم، این سومین جنگ جهانی شد. این سومین جنگ جهانی شد. این سومین جنگ جهانی